بام سر کردیم دوستش Durma. Hoz yine hoz servet ya da şerdo da gel. Kur'an pazarken ekmeğine vurma. Babacan aşkı da. سلكه كان بدو يفيد ستوريز دامو Dayıcım bunda ne şarkı? مش عارف Bu kopya vasıyla yapıyor. نه ستوریز مون همونجا ایفیر قبض میگه مردم شده اونجا پرام Çıkıyor mu bu? حاضر دستار رسیده مونه و علیکم سلام ایفیر پدیری سکنه برادارو بله این چی kötü da این خود دوم از میگم دا یوتیوب خود نداره دا اینستاگرام خب نه لازم من موضوع ایفیر دمجه تمام میشه دیگه السلام علیکم و رحمت الله و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته خب برادران ایفیر پدیری سکنه حاضر میگم که چوکان نکن برای قرآن بریدم لایک بچه کی ایفیر پام شو میگم تو که قرآن چه کنه نکن حاضر قرآن بیارم لایک بچه کی بچه ها ایفیر پدیری سکنه بلاد Hocam. Daha az olan. Daha 500 ruble. Daha 500 ruble. Korona kumala di srednji lik bi sve to ovo Hocam ne mi? Alo. Alo. نه برادر اومدم قرآن اینا نه برادر کی میخواه همه قرآن انشاءالله کی و علیکم سلام توفه میکنیم انشاءالله خب این نه برادر دیده الحمدلله که قرآن بهترین کسی که همه قرآن میخواه دست برداره دست بردار یکی دیگه بگو من با دست بردار دست کسی قرآن میخواد دست بردار افیر سوست 13-14 نفر در چه قرآن تقسیم کنو افیر پدیلی سکنه بردارو لایک بزنه لایک بزنه سلام اکای بابا جون کنی اکای بابا جون اکای بابا جون نیست لایک بزن که قرآن بگیری او رگو دیره رحمت الله و برکاته برادر عزیز برای زن مهاجر نیسته ما در میخوایم کتاب خونیم تاچ نه کتاب خوندن میخوایی اپا تاچ نه کسی که در حقیقتا نیازمنده به همین قرآن رایش میکنیم به اگام خیلی تقبازی به اگام خیلی والله خاص از برای الله هم مادر که نوی سندازی که زنهای مهاجر اینا خاص از برای الله دیگر سیم نمیخونم بیا خاص از برای الله تقسیمش میکنیم روی که نمیخونم الحمدلله جاوید جو سعی akam هست اکا دکین میگه دم کسیست
این همه کو یکم نمره آزینیا کو همین جاوید جو اپا خداده نمی قربان پدرکا اینا دیدی سرازا نی عجیدی نبوده والله قسم من جاوید جو نمیچسم اپاشکا باشه مادر عزیز باشه کسی که باشه نباشه همه راضیه که من همین همراهتیم شما چی میگه مردم کسی که راضیه هم خیلی مونه رای کنی هم خیلی لایکات نمیتره رای کنی خب کسی که راضیه مونه علیکم سلام رای کنی او او دختر 25 ساله هستم خواهش کتاب قرآن خواندن دارم حسین جان واحدов میدونه برای که برادر برای چی که من همین مادر دت مثلا میخوام که جاوی جاودمونو تیم با هم خود الحمدلله که بردارم نسبت من مثلا که فکر خوب داشتن مثلا که میدونین ان شاء الله خب همین جاوی جاوده میتیم برای که مادر او مادر مثلا که نیاز به همین قرآن داره اینا ها بله نیاز به همین قرآن داره چون که مثلا مادر پسانی که در خانه هسته اینا مادر در توفاش میگیم الحمدلله همین مادر در حاضی بیا مادر یا بردی گپ نمی سوم مکو جاوید جو من در کتابیام اومد با سر انا. قرآن اکانت نشون که بگیرش انا همین جاوید جو یوتیوب من کانال گرفتم باباجان 88 یعنی وجد ده باباجان جاوید جو اینا حاضر من نسونم بوجه چی گیره باید شده باباجان 88 نه نسونم یوتیوب ده نه من نسونم جاوید جو من نسونم همین مادر عزیز نامر تاب نشون ما رویت کنم حاضر نامر ما بگم مگر اینجا دیگه را زنگ میزنه ده باباجان میبره اوجه جاوید جو این ده تبر ما پایان بین دیگه کنید دوستان عزیز اینا اینا باباجان یک 88 قرار که رفت. داده نمیشه است وقتی نگاه کنی باباجان 88 میزنه کو اینا تا باباجان اینا 88 جاوید جو یک قرآن گرفت مادر عزیز نامر تاب نشون ما سر زبان نشون کیش مردم چیکنا جاوید من جاوید خواهم خیلی داخل جاوید جو مرد هستم برادر مرد هست باشی مرد باشی اشکال نمیکنه مرد باشم ان شاء الله که خوبه بیا مرد باشی برادر بنویسون نمیرتا انا انمی صورت مرد نمیرتا بنویسون انمی سایت باباجان 88 همه خواست کم این اختیار افیر رفته سوده همین افیر بنویسون برادر نمیرتا بنویسون بدروید موسلوی کم چکنه میگه در بگیری صاحب قرآن شه ان شاء الله لایکاتو نبچ خی بردار لایکاتو نبچ خی کی اینها شتو بکی همین تیز همین کارا بکنی باباجان 88 جاوید نمیرتا بنویسون برادر یا صورت خود ما یا تاگر سه صورت داره برادر هدا بگی نمیرتا بنویسون دیگه رو در تقسیم کنیم اخی افیرم نچسب باشه برای سرگرفتانه های دوشنبه یعنی که بعضی هستن که دستنی ورزا به ایسار بعضی جو هستن که شرایطشون کم تکاندن برای سرگرفتانه جاوید گیجا شدی نمیرتا بنویسون برادر کی بتیم قرآن اخی که با وجود افیر با بیت باز اکای با وجود افیر دیگرش لازم میاد او تلفن دیگرشه کو برادر جاوید نمی‌نویسونی خطش بزن مگنی ها چه کنم یا نمیر نویسیم تقین شید برادر عزیز زن هستم وقتی آدم در ایفیر میدرویا گم میزنه پارو دیگه مردم سب سیگر میمونه بدرویا جو نکشوش هم تا نکشوش ایفیر تا نکش ایفیر تا نکش جاوید دکجا نویسونی نمیرتا نیست کو من ندیسم اینجا نمیرتا را کو جاوید من هستم برادر نویسندگی اینجا نیست نمیر جاوید این نمیری ما این نمیر کوخی نمیر نیست این نمیر دیجا این موجی که اینده بخدا
برادرها افیر قد میکنیم تیز بگیره سراسیمه یا خداوند نگهبان باشه. یک مادر دیگر را در همجا با وای کنیم قرآناتی حوز همجا یک مادر نویسان که من بیکارم در همینجا در خونه میساد میخوام که قرآن خانم ایادم برو آمدگی هم مادر کی بود بنویسانه التماس از شما خواهش میکنه مادر شما کی بودی با میتین بله بله قرآن بسیاره قرآن گده تا 15 20 چند تا باشه حوز میگم تو پریمیر نه 15 تا هست ایده فقط مدارات میده چی فقط مدارات میده نه فرق نداره مای مکه مای مکه نه ای چی باشه مای مکه ترکیه ما تنها در این افید دادم میتونم که همون آدمایی که در همین مسکو هن یا که در همین تریتوری روسیه هن همونا در این قرآن داده میشه برای که طرف تاجیکستان من روان کردن نمیتونم متاسفانه کانتاکت تاجیکستان روان کردن ندارم ترکیه روان کرد برادر افیر سوزه برای زنها من خودم در غریبی هستم زنی مهاجرم الان نگهبان تا باشه حسین جان اگر نمیتونه رسانده بتونه نمی حسین جان کی چی میگه نمی حسین جان مادر تاجیک بوده من زن هستم یا در غریبی کسی که راضی هستم تر لایک ور دارم خیلی همین حسین جان اتیم چرا چی گفته حسین جان ابتیم چی میگه شما نه حسین جان اتیم کی میگه همین حسین جان کسی که راضی هم خیلی بالاش کنه حسین جان ده چی با نمیری من نه ببین نمیدونم با خاک جان نمیریخته نه مثلا از نکو از من بس اینا نمیری ما ها یا کنی برادرو اینا ها اینا نمیره دیده سکرین که سر از سکرین که جاوید سکرین که حسین جان شما هم سکرین کنه دو کس نمی قرآن نمیگیره این نمی نمیره دیده این نمی نمیری ما ها نه که در افیر زن نزنه یوز در افیرم خب حسین جان ها شما زن ماجی خب حسین جان سکرین کرده کردم حسین جان سکرین کردی لایک نیست لایک کم شد لایک تماما کم شد لایکات نمونه که دیگه آدم بدرویم برادرها ها کردی تمام سیو حسین جان افیر حسین چی کرده است مثلا افیر نمره سکرین کرد خوب ها اکا نه که قطعی اکاونت در واتساپ ما در صورت بگی اکاونت صورت میگیری خودت هم صورت میگیری مثلا که میگو که من مثلا اپا برادر عزیز اینا ما حسین جان مثلا اکاونت سکرین میکنی ما در روی میکنی تمام برده تصدیق میکنی ما شما رو میتیم انشالله جاوید کی زن زنم بعد افیر انشالله خب برادر عزیز ما یکترین بوده فرق نداره که جای باشی پشت قطی روان میکنیم انشالله همین تریتور روسیه پشت قطی روی میکنیم بله کتاب ترکیه بله رشید نه بردارا لایک ابو چه کو چتا لایک سست سلام علیکم اسلام در روی میکنم با من بسیار ضرور است دختری خشوچه با معنی اینا دختر خشوچه با معنی کی میگه که میراتیم بسیار ضرور بوده ما برای چی برادرها در همینجا سه تا قصه قرآن یک تا بچه یک تا دختر دادیم بویش هم دختر دمیتیم
با اون خاطری که دخترها بسیار نیازمندن، بسیارتر در خانه میشینن، وقتشون زیادن، میتونن که استفاده کنن قرآن هم ثواب میشوه. چی گفتین شما در همین گپی ما؟ 100%؟ تمام. خب کو هم دخترک دمیتیم و نمیتیم. دختر خوشروی چی میشه بود کو؟ با معنی دختر خوشروی با معنی. اکا همینجا 12 کسیم تقسیمش که غیر دختر خوشروی با معنی دمیتیم. این قرآن تقسیم قرآنات کو؟ این قرآن را تقسیم کرده شده در سایت بابا جان 88 15 تا قرآن. این قرآن را چند تاشی 15 تایشی؟ نه او سه میشه. باز چند آبش چند تا؟ 15 تا. او روز چند تا بود؟ 23 تا گرفت. کارو جز 35 قرآن تقسیم کرده شدن در صفحه بابا جان 88 میزنید در یوتیوب. چی میگوید؟ دکتر بابا جان میگوید تا 31000 پس پیچیدگی. چی خشید؟ میای میگویی که من اول پوچکا میکنم اول خیجوما کنیم بوچکا میکنیم تا همه نیست. پنج تا دیگه کیه ای عثمان خیلی با 20 تا 20 تا شد نه با بردارا. همین دخترچه دمیتیم، همین خواهرچه دمیتیم. مثلا کی بود نامش ایدم برامد؟ دختری مهاجری هم خیلی بودم خیلی. اخشروچه هم خیلی بود کو. چی میگه میتیم همیدا؟ برادر همیدا میتیم. او یک تا روان کن برادر منم نیاز دارم. مهاجر نیست که زنم. خب من به یک تا میتیم بتنه شاخه رازی اما خواهرچه همجه ده اما خواهرچه که از نامش گرفتم کو نامش ده همجه چی بود دختری اینه برادر جاوید نه نویسندگیم نه خیلی بفکر میتافتیسه نه تافتیسه جاوید خطا نویسندگیم. خب دختری به معنی چی بودم خیلی خشوچه چی بودم خیلی اینا من دختر همین خشوچه هم خیلی از من میرم من جمع نیستم چی کن اینا میرم اشامت یا سکرین کن واتساپ دب نیستم همون خواهرچه که دختر خشوچه با معنی بنایسون اپا سکرین کردی این همین نمره ما سکرین کردی سکرین کردی هو هی اگون چی بنایسون نخی دستم شاخ شد برادر هداش بگیرین سراسی من باید راه ببرم خداوند نگهبان تو مشه هدا بگیری در نام تون صدقه. الو برادرو التماس مدام بتن شاکر جان تجه. خب برادرو هدا بگیرین ای خواهر سکرین کردی سکرین کردی نکردی اگه دیگه وقت رفت تمام رفت. خب تشکر دختر بیا اینجا بنشینیم دختری چی بود اونجا داره این جای حجامه ما برادر جای حجامه ما استولای حجامه ما یک چای سه نه بوچکا میدورن میجفانت مقصد خب اکی بابا جو اکی بابا جو نه حسین جون نه حسین جون هم تیم چی اکی بابا جون یک همون صاحب شست وکه افیره میشه با یوتیوب بود صاحب شست وکه خیلی ببرم افیر کوخی چیکار خب اینه حسین جون دم سیمش قرآن این قرآن ها تفیدگی به تمام صنعت مقصد داره حسین جون سیم حسین جون خب اگر با بدونه این خب اسکرین کردم ماشاءالله همین افیر چسبیسه این هم میبینی سرتیفیکت را
یعنی که همه ما الحمدلله خب با کی رفتیم؟ سه تاشید برادرو. یکمش خودت جاوید، دیگه‌مش یک مادر، سومش هم یک مادر. خب یعنی فیرما بعد افیر در واتساپ بنویسونی. اینا فیرما خمو تاکسپر خب با چی؟ کو هر کس اروی تو دانی خدا، فقط کسی که نیازمنده همه آدم نمیشونه. والله قسم قرآن نگیری که بعد روید هم بالا بالا بری مانی که اکم و قرآن پدرکه کده و بعد هم تماشاش کنی و بعد دیگه یا 2 ماه پس چنگ توزه کنی. این خیلی نمیشه با. این خیلی نمیشه با. تنها هم آدمی که نیازمنده به همین قرآن هم آدم. ما برای کنید همه در روی بگیرید، نه که اینجا شرط این است که شما باید خوانین. نه تنها عربیه برادر عزیز، تنها عربی این قرآن تنها عربیه. التماس اکجان ترجمه کلیکی نه کلیکی نداریم برادر، فقط همین مقصد که خواهش هم برادر در حق هم برادر دعا کنین. هم خدا قرآن همون برادر من ندیسم، همون برادر که مقصد میخواد که خیر کنه در هم برادر، فقط تنها هم برادر خیری هم برادر یه ایمان نیست برادر. خب اکا در کار آمده در کار آمده من خونه ده میتونم لیکن ندارم در شهر سن پترزبورگ برای من. خب عربی در کره من میخونم والله. علیشیر خیدرو علیشیر حیدرو ببین برادر میگه که من بیکارم میتونم که بخونم. علیشیر حیدرو برادر عزیز 977 638 1837 زنگ بزن. 977 638 1837 واتساپ دب نویسون، روز زنگ نزنی بو روز بدن جبا نمیرم بود اینجا بنویسونی چخلا اخیب نمیتونم نمیر چپانا 977 638 1837 برادر عزیز علیشیر گرفتم حیدر و علیشیر. این چهارم قرآن علیشیر مبارکت باد برادر. چهارم قرآن علیشیر مبارکت شما برادر عزیز. نه که التماس در افیر روز غم نتین، بعد افیر برایشون در واتساپ. خب پنجم قرآن نمیریم برادر رو. پنجم قرآن من خونده میتونم عربی را برای من میدهید اکا والله میخونم. موجیک بوده این بچه علی دوای علی را مینویسونیم برادرها. اینا قسم خلاصه همه افیر که میخونیم. علی بیو علی بنویسون 977 638 1837 التماس تنها برای قرآن بنویسون که من علیم سکرین که اکاونت در واتساپ روی که علی ای خدت. پنجم قرآن رفت علی موجیک بوده دیگه. خب رحمتی کلام علیشه کرسافچ. خب در مسکو ندارم. امینه این نمیخواد با فکرم چند باشی نویسنده است. امینه هم تا گذشته است امینه جان در مسکو ندارم. خیلی این امینه دمتیم بیو. ششم قرآنش امینه دمتیم. ششم قرآن چی میگه برادر رو؟ ششم قرآن امینه رتیم امینه خواهر جان. خب 977 638 1837 امینه خواهر عزیز بنویسون باز به امینه. او ششم قرآن امینه دادیم. امینه 977 638 1837 اگر نمره نیافتی افیر سخرانید میکنم در دور افیر میدرای همین عقیبیم ده نمیچه پلاکت کامera کدگی مینا باز یه بار دیگه میخیزم برای شما
اینا همینجا نمره من نویسندگی اینا نمره ما های مسلم در واتساپ بنویسونه که ما همو اپاتم یا که همو خواهرد سکرین چکدی همین خواهر عزیز سکرین چکدی خب خب امین اسکرین کردی خدا نگهبانت باشه خب چند سم نیستم مودا چند سم من نیستم مودا نه به پول برادرو ما خاص از برای الله تقسیم کسیم جا پولاکی نیست کراسافچیکو خب افیل تقسیم کنیم برادرو افیل پادری سکنه با ببینیم افیل بجای قرآن تقسیم کنیم زیاد چه افیل آدم کم شده چه خیلی شده هیچ تدیه که در افیر آدم کم شده سیکو این نیازمند سبحان الله حالی اگر سلامت باشی چه خیلی حاجی؟ سلامت خوبه؟ سوز خوبی سلامت خوبه اینجا بازی نیست اینجا بازی نیست برادرو اینجا خواست از برای الله هم قرآن داده ایستیم بلد بفروش برادر با تکرار میکنه نزنه التماس زنگ زده سه تایفی زنگ زده سه هر نفری که قرآن میگیره نیاز به قرآن باید باشه و آدم نیازمندی قرآن باشه رود این نگاه کن نگاه این نگاه چی نشون نگه رود سفید ایمن خون من دبیر دیدی چی میگه آخه این آدم چه خیلی کنه مکو مرتضی نه که مطلب باید پیش بینم بخرون نبودم تا مرتضی این اپ نویسم مرتضی والله مطلب باید پیش بینم نه خو میرم داخل بعد دفیر زنگ میدارم خب یاد داری چه اصول بگی من خیلی دوست می داشتم که کسی به من به خاطر الله یک قرآن میدهد من میخوام وعده میدهم که انشاءالله میخونم محمد جان قاری عبرت الله قاری عبرت الله ربی جتر آمده مرا چی میگه مال قاری خاک خدا چیه که میگوی گفتم میگه حضرت محمد جان می نویسنم چی ده بنویسنم میری مرا محمد جان هفتم آدم محمد جان محمد جان گرفتک محمد جان گرفت محمد جان نمره مرا میدونی 977 638 1837 ای برادر لطفا بنویسنم جان نمره مرا 977 638 1837 977 638 1837 هفتم آدم هفتم رقم محمد جان یادت بگی هفتم آدم خودتی ببین مادرم با میخواهم یک قرآن روان کنم مادر ده قرآن بخر رای که تو بچهش زست وجود کرد اگه مادر تو یک قرآن نمیخوای رای کنی قرآن پدر کم میگیری ما ترمه دهیم خواندنی اینه برادر قرآن اینه برادر قرآن ترمه دبدگی رئیس اینه هشتم یک آدم رای میکنیم میتونم شا یا که ما پشت قدی روان میکنیم یا که هم دوری مسکو کسی باشه بیا گیره رئیس نمیتیم هشتم رئیس اینا هشتم قرآن رئیس نمیتیم چی گفته 977 638 1837 برادر عزیز بنویسون 977 638 1837 خب 977 638 1837 ای من ننویس برام
آخه قاری چه مطلب آخه تو قرآن در نیاز نداری تو یک قیامت قرآن داری حتی نیازمند باشی بیا مطلب نویس خوندن میتونم تا بیا مطلب قرآن میتونم قولی تمام دقیق میستم بیا میتونم تا 10 بار هم جامعه نگفتی که یکم چی بیا رئیس نمیره من نایسون دید 977 638 837 واتساپ دب نایسون سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اکا طرفی یک توفه طرف تاجیکستان متاسفانه روی کردن نمیتونم یکم مدام نداریم که روی کنیم طرف تاجیکستان خب هشتم نهم تا 10 همیشه برادرها تمام تا 10 همیریم جمعش میکنیم که باید برم سر میکنن اگر نرم پردوت نیارم تمام قولی دق ما دعا که انشالله که حضرت انشالله که امو مسئله مچیش در مسئله شبینه یاده برادر انشالله که با میخواه که سهم اخچه در مسجد بگذاره خب یک بار دیگه اکا جان بگو اکا 977 638 1837 977 638 1837 خب نایساندی اکای رئیس آدم درونده برادر عزیز حاجی سلام گفتیسن جزاک الله خیرا و ایاک خب بیا با کی نیازمند هر آدمی که نیازمند است والله قسم آدم مثلا اگر نخونه ما تنها با هم آدم میرمیتیم که او آدم در حقیقتا نیازمند باشه شتابی بخونه با نه برای قرآن نبا باری بالا مونه که ایا کبا پدرکمون کرد خیلی بیا اگه چند شب توزه کنی میا پوفش کنی اوسو گناهگار میکنی خودتا برادر عزیز مثلا در همین جدی باشین در این مسئله خب با کی هست سلامت باشی حاجی را بگو دارواش دوره این حاجی دارواش دور نیست این حاجی را خودش دوره این حاجی نیست این حاجی نه حاجی یکی هسته که حج روی میکنه اکتا وقتی بیکار ما سیاووش اکا وقتی بیکاریمون بسیار روی ممکن ای برادر این همی حوزی کدام دهم واتساپ من نویسونده سی من ناو سر کردم خب ما بسیاریم میگه ما بسیاریم فهمیدیم شما بسیاریم نه که میخونه تاچ نمیخونه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برای من حیاتون ده نخوندم وعده میدی هم که خواهیشی خوندم تو خوندن یاد بگی والله قسم بیا میتونم تا این اکای با وجون کراسافچیک اومده که دو آدم دیگه اکای با وجون کراسافچیک بود چی میگه چی میگه اینا نه ببین این اکای با وجون تمام سلام علیکم دو آدم دیگه اکای با وجون ویبر کنه دو آدم دیگه شما هم دو طرف بخشن خیلی میکنم تقسیم شو 10 آدم دیگه نجا ویبر کنه چند کس دیدی نموش هست 8 نه خیلی من چکو باید خیلی برمنی 1 2 3 4 5 ندیم 6 7 5 دادیم نه خیلی برش منی نه نمیشه قدم بسیار التماس میکنم چیه قرآن بسیار تا 40 قرآن شده تشویش نشه به همه میرسه اکای بابا جون روی کن مد اکو صدیه اسوی بخونم نمیدونم شو کجا روی کنم خلاصه از این که خدمت قرآن میگیره با پیش ما رو بیا بره بگی بره چی نیازمند نه اکنون نیازمند داشت کنیش نه الان یه پاشکای میگیرم چی نیست سودایس یه پاشکای
سودایسش چی میشه نمیشه اسای این مردک میشه نه ما هر که یا با نوی من بینیم گو نه با میگون کسی که نیازمند داره ای اکا بخواستی الله تقسیم و دوام هر شب افیر میشه بس 9 بار نمیشونده بخواستی الله 9 بار نمیشونده بدهیم همی بخشش زیاد کی چی نمیشونده که سوهیل ها سوهیل می نمیشونده خودتا سوهیل بیو خودت سوهیل گرفتی یک تقرانه سوهیل گرفتی 900 نهم آدم سوهیل اینا نهم قرآن رفت سوهیل بنویسان 977 638 1837 سوهیل گرفت قرآن Конечно, гуфтам ина хорошие новости. 977 638 1837 Не, не бишне не бачу калон. دهم قرآن متیم موزی Не гон язм. Не чиру. Калон ручка аст? ها هست Аст. دهم قرآن متیم Майл ҳам қори. ها Аммо Усмон ам пакети модари ман аммо мазаш ки ёши ҳар дош додестай дой худ не. دهم قرآن متیم نک اول او پگه میگیره شما تام Пага мегираш? Пага ина мегираш ана пакету ман. سوهیل 977 638 1837 سوهیل برادر عزیز بنویسون سوهیل نمیساندی سوهیل Оста хой мамади хирдако. Шумо дар нарко? برادر یک تاشو به من توفه کنید با میگم برادر عزیز نیازمندم کی نویسیستم سوربون این همی سوربون پدرکم میکنم بیا سوربون رفتی سوربون کراسافچیک سوربون 977 638 1837 سیاوش دارم میتیم 11 هم سیاوش سیاوش 11 هم قرآنی سوهیل بزنه هر دو نمره من اپنه سونه 977 638 1837 افیر قد میکنم بردارای عزیز بزنه تسیز 977 638 1837 دیگرها شاید ای کامنتر را قبول میکنم میره میخریم اون لیک ده ای سیاوش قهر کردی کو بیا قد بکنی کورش کنیم که دیگر ربطم ای بچه فایدات که کلا میگه ترا عقل خداوند در کجا داده تا عقل هم به عقل از مطرح نبودت کنو که در دستی بدون نکه به ایسی به اکه به زبلکی کنو که کل میگه خداوند نگهبان تماشا برادر عزیز در 11 همش سیاوش بود اصلانیش برادر عزیز برادر عزیز این مرد میگه که من در روی کن اویله میخونم این نگاه که برادر عزیز بهترین هدیه مرد برای زن این قرآن برادر عزیز برا بخر روی کن تو نیاز به قرآن نداری برا بخر روی کن برادر عزیز فهمیدی ها همون آدمایی که قرآن میتیم او آدمان در حقیقتا پرابلم دارن مثلا میخوان همین قرآن بخونن وقتای خالگی دارن همون آدم میتیم چی گفتن در همین گپی ما ها اونا میشما نویسندگی خب برادر یک تشه به من توفه کنید سلام علیکم یا ما باید دختر چای مرا توفه کنید 6 ساله قرآن
ای ماشاءالله. بیانم قرآن چیه؟ اینجا قرآن یوسف هست دیگه. یوسف. نه 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 نه. تختت باید دختر شده بخونی. بخری بتی. ها. تختت باید دختر شده بخری بتی. سوربن نامی خود هست. سوربن 977 638 1837. بهترین هدیه هم پدر رو که مادر این است که اگر تو نداشته باشی مقصد شرایط نداشته باشی ما میتونیم تو را بتیم قرآن. بهترین همین هدیه همین است. شما مرا توغری بفهمید. مقصد من این نیست که مثلا 40 تا قرآن من نیست که مثلا یک برادر داده که بتشه به همه آدمایی که چی باشن نیازمند باشه. همخنه؟ نه سوربن ابیش این نویسندگی بود. او سوربن ابیش این سوربن نویسندگی بود. خودت نیستی. خب برادر. Добрый. برادر کشش با من. Понял, очень приятно. Что там завтра у нас? Все в силе? محمد جان خداوند نگهبان تو باشه برادر عزیز. همه کسا الله مهربان نگهبان تو باشه. Нормально? خب قرآن میخوانم انشاءالله. فیض الله. Буду там время. اینجا یک بچه که دیگه بود خوندن نمیتونم بچه ها ختیمه Давайте, да, я там... میخوان Там. پدرکه کنم. نه برادر عزیز خودت ائمه بگیر یک از دیگه پدرکه این خیلی دور نمیگیره. Хотя бы знать, хорошо? تنها هم آدم نیازمند اون نیازمند خودش میدونه که مثلا من اینجا قرآن دسترس کنم بخونم. تنها هم آدم برادرایی که هم خواهرایی که هم مادرایی که هستن نیازمند باشن. خواهن کردیم گناهگار شدیم. نه شما مرا نیپرم نفهمید. شما بهترین هدیه همین پدر برای دختر یا که فرزند این قرآن است. شما مثلا که میتونید که خودتون او قپله نمیسه بخرین و پدرکه کنین هوایده. بله. برای شما را نمیتیون. نه که با نیازمندو فقط. با نیازمند. شما پدرین شما ایدستون میآید یک قرآن 1000 روبل میشه 500 روبل میشه همین پول نداره یا میره عبد میکنی 1,500 را میخری امرا بخر بر فرزند خودت پدرکه که بخر پدرکه کن چی میگه فرزند خیلی خرسند میشه وقتی پدر من اومده قرآن خریده. این هم قرآنو تقسیم کرده سودن در صحیفه باباجان 88 باباجان 88 میزنید دید تمی برای 8000 9000 پس چیک داره اماش من قرآنو به پول تحفه کرده سودن. انا همین سوربن تی یا اکا نامی من نامی سعید من سوربن ها انا می خدتی های سلامت باشین. ای برادر بو میگن ندین کو من نامی تر نویساندم سوربن بزن نامی نمیده همین سوربن خالی نویسندگی کنم سوربن نمی ختم داگیو اینا نیا که با سخن کردیم گناهگار شده میگه والله قسم برادر من برای شما را فهموندم که مثلا که شما دانین که شما چی درجه مثلا چی خوبی اینا والله قسم من مایدک بودم گفتم خودم که مثلا یک چی توفان میکنه که قرآن نو میوردن کتاب نو میوردن پیش ما پدرم ایمینه مثلا ما چند خدای خرسان میشم این هم آدمی که درک میکنه که هم آدم طالب علم بود خودت بفکر مکه اینا درک نمیکنی. زندگی داد ما تا اینجا اومدیم رسیدیم و این ابو میبینیم که تو این درجه را سرمونان خود کار اما رفت. برادر عزیز خدا نگهبانتون باشه الله مهربان با دعا باشین برادرها. من باید ببرم. خب کدام آدمایی را که گفتم همونجا مثلا برادر عزیز واتساپ بده بنویسونین ان شاء الله که کم کم بیکارتر شدم ان شاء الله که چطور میگم جوابتون میگم. سلام علیکم. بله کسی که حج رفتنه ده همین نمیره میتونه که زنگ زنه همون آدمایی که حج رو میکنیم همون آدمایی که رجعه رسید داشته باشه. سیاوش نویسندگی بله سیاوش. خب
عزیز اگر مادم یک هدیه میدادید. خب نگاه که برادر، اگر خودت نیازمند باشی مرد والله بالله قسم برای خودت میتونم. نه که من برای چی مقصد برای خودت گفتم که من برای او گفتم که برادر عزیز برا بخر برامو فرزندتون 6 ساله های برین در دستشون بتین بگن یا که فرزندی عزیز یا که بچه عزیز یا که دختر جان اینه تو نه قرآن برای تو خریدم، همون دختره که باشه بچه باشه طالب علم حساب میخوره مثلا چی قدر خرسند میشه که پدری من برای مرا یک تا قرآن خریده است. والله بالله قسم بیا برادر عزیز نام تنها نویسنده میتم تا قرآن. فهمیدی برادر؟ الان نگهبان تماشا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز کسی را گپ زیادی گفتم بخشش زیاد خداوند نگهبان تماشا. افیر قطع میکنم کم کار دارم یک 50 مینوت 46 مینوت وجه ما در همینجا شدگیم باید برام اینجا. الله نگهبان تماشا. کدوم میده که در کار کدوم میده که در کار برادر عزیز در همه کامنتر یا زیفیر سخن میکنم کامنتر در بنویسونید فقط نمراتون بنویسونید به من لازم است. این خیلی پرابلم دو خیلی دارم روی همون مقدم بعد نویسوندن تو میگیدم زنگ تو میزنم. خب خدا نگهبان تو باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با دعا باشین.